توی دبیرستان هنر نخوندم ولی الان دانشجو رشته هنرم. اگر تو هم هنرستان نرفتی ولی دوست داری توی رشته هنر تحصیل کنی، این ویدیو رو تا آخر ببین. سلام، من هلنا هستم، دانشجو رشته ارتباط تصویری و مثل خیلی از شماها تا قبل از اینکه وارد رشته هنر بشم تو دبیرستان اصلا هنر نخونده بودم و تا قبل از دانشگاه هیچ پیش زمینه‌ای درباره این رشته نداشتم. و حالا اگر تو هم تو موقعیت من هستی، بیا بهت بگم چه کارهایی رو انجام بدی و چه چیزایی رو من کاش زودتر میدونستم و انجام میدادم. مورد اولی که میخوام بهت بگم اینه که حتما یک کلاس طراحی مقدماتی برو و اصلا نگران نباش که حرفه‌ای نیستی، چون کم کم یاد میگیری و پیشرفت میکنی. ولی بدون آشنایی اولیه با پرسپکتیو، نور، سایه و تناسب اندام خیلی تو کلاس‌های طراحی بهت کمک میکنه که از بقیه عقب نیفتی. من ترم اول طراحی پایه رو گذروندم و خیلی اذیت شدم چون اصلا نمیدونستم که باید کلاس طراحی برم و اصلا تا حالا طراحی کار نکرده بودم. به سر کلاس حتی نمیدونستم باید از کجا شروع کنم، ولی کم کم استاد برای من توضیح دادن و من به بقیه بچه‌ها رسیدم. البته بهت بگم رشته من رشته ارتباط تصویری هست، تقریبا مثل همون گرافیک میشه. اگر بخوای نقاشی برداری یا رشته‌های مرتبط با هنر، تمام چیزهایی که بخوای یاد بگیری تا حرفه‌ای بشی توش متفاوته. حتما با مشاور تحصیلی که داری در این باره صحبت کن. مورد دومی که هست اینه که تو باید چند واحد عکاسی پاس کنی و بهتره که خیلی سطحی بلد باشی با دوربین عکاسی کار کنی و درباره ترکیب بندی ها، لنز ها و نورها اطلاعات کمی داشته باشی. و مورد سوم اینه که اصلا از فتوشاپ نترس. فتوشاپ نرم‌افزار برای ادیت عکسه و خیلی بهتره که یاد داشته باشی چجوری باهاش عکس گراب کنی، چجوری رنگ و نور عکستو درست کنی و این خیلی توی پروژه هات بهت کمک میکنه. و اینم بهت بگم اگر الان شرایطی نداری که برای این کلاس ها هزینه کنی، میتونی توی یوتیوب یا آپارات آموزشش رو ببینی، ولی هدف این نیستش که تو توی 2 هفته این آموزش ها رو ببینی و جمع کنی. هدف اینه که تو کم کم اینها رو یاد بگیری و وقتی که وارد دانشگاه میشی فکر نکنی یه جای عجیب غریب اومدی دانشگاه هنر. و در نهایت اگر قرار از یک رشته دیگه بیای رشته هنر، اصلا نگران نباش. خیلی‌ها هستن که تو رشته‌ای که دوست نداشتن چندین سال تحصیل کردن و بعد راهشون رو پیدا کردن اومدن تو رشته هنر. مهم اینه که ببینی چی رو بلد نیستی و بری آموزش ببینی. لایک و سابسکرایب یادت نره و حتما زنگوله رو فعال کن، چون قراره ویدیوهای بیشتری درباره دانشگاه هنر و تجربه‌ام از تحصیل توی این رشته بذارم. تا ویدیوی بعدی، فعلا.